دلیل وفات نغمه هنرمند مشهور افغان در کشور امریکا چی بوده است؟ گفتنی‌های تازه خانواده نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. نغمه در امریکا مصروف چیکار باری بود و چه دلیل از همسر دو و شب جدا شد؟ دختران نغمه در کجاست؟ و گفتنی‌های تازه شفیق مرید که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نسبت تک تک شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای بهتر بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب و فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور افغان یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. نغمه عاشقانه هنر موسیقیش را در میان میلیون‌ها افغان در افغانستان گسترش داد و توانست دل میلیون‌ها افغان را هم از آن خود کند. آهنگ‌های بیشمار به زبان پشتو و دری سرود. آهنگ‌های پشتوی نغمه تاکنون جاودان و ماندگار است. این هنرمند محبوب افغان در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد، اما در سال 2006 از هم جدا شدند، با وجود آن که نغمه از منگل دارای 5 فرزند بود. یکی از دختران نغمه همسر شفیق مرید هنرمند محبوب افغانستان است. نغمه در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد ولی از همسر دومش فرزندی نداشته است. کارهای هنریش همیشه ادامه داشته است و در کنسرت‌ها اشتراک میکرد. جالب اینجاست که جدیداً تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که نغمه وفات کرده است، اما نغمه وفات نکرده است. کاملا این خبرها دروغ و بی‌بنیاد است. من آرزوی خوشبختی، سعادت و موفقیت برای بانو نغمه هنرمند محبوب افغان از بارگاه عزت آقای ازال تمنا دارم. دوستان همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.